از وادی رشت با پیام خبر داده گفتند که دریای سرخاب 27 گکتار زمین‌های دهه لایابه و چارباغ جماعت دهات نصرت الله مقسوم را شسته برده است. طبق منبع این خبر آب دریا روز به روز به راهی که 4 جماعت را با هم می‌پیوندد نزدیک شده ایستاده است، اما حکومت محلی یگان چاره نمی‌بینند. نفرانی که به ما این خبر را رسانیدند با این شرط که نامشان افشا نشود گفتند دریای سرخاب 10 گکتار زمین را کنده برده است. دون اساس آبکشی 2 دهه را دریا با خود برده است که $30,000 ارزش دارند. زراعت‌های 2 دهه از بی آبی خشک شدند که تقریباً 1 میلیون سامانی به مردم خسارات آورده شده است، اما حکومت باشد تماما اهمیت نمی‌دهد. به ما 2 نوار کوتاه هم دسترس شده است که در آن دیده می شود دریا زمین‌های ساحل را با خود برده مساحت پهنای خود را وسعت بخشیده است. برای تایید این خبر ما به منبع دیگر تماس گرفتیم. منبع دیگر میگوید علاوه بر آنکه 10 گکتار زمین را دریا شسته با خود برده است، حدود 100 گکتار زمین دیگر در حالت خطر کنده بردن دریا قرار دارد، اما حکومت یگان چاره نمی بیند. حالان که حکومت می تواند ساحل مستحکم کنی را به راه مانده مجرای دریا را دیگر کند. طبق منبع خبر نبیزاده مقیم رئیس مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه رشت همه روزه از راه می‌گذرد که بر علا زمین‌های آب شسته برده نمایان است. تا شاهراه نواباد غرم همگی 50 متر مانده است. دریا زمین را کنده پهنای خودش را وسیع کرده رفته ایستاده است. این منبع ما افزود که از ناظرات انداز به خانه اش آمده برای زمینی که الکی دریا شسته برده است انداز زمین طلب کرده اند. چند نفری هم که از پرداخت انداز زمین از بین رفته اشان سرپیچی کرده اند جریمه بسته اند. او میگوید به داد ما کسی نمی رسد. تا آمدن پرزیدنت به ناحیه 10 مراتبه آمده از ما پول غون داشتند. اکنون از زمینی نبوده میخواهند انداز ستانند. ولی کسی در فکر ساحل مستحکم کنی نیست. زهر تنشان شود همان پلهای جمع کرده اشان. ما همان پلها را از کار در زمین با عرق جبین به دست آورده بودیم.